کله ما که است برای تزیین است. کله سیمینومر یک کله پرمغز است. ما باید ببینیم که سیمین جان چی میگه، باز ما هم همو کار کنیم. در حالی که سیمینومر ما فکر نکنم که در تمام زندگیش حتی یک روز تانسته باشه درست فکر کنه. اگر یک آدم واقعا درست فکر کنه، مالدار درست کار میکنه، اینمی سیمینومر برای ما بیایه بگویه که دمی زندگی خود چی کار کرده. خیاط است، نانوای است، آشپز است، دکتر، انجینیر، قابل است. یعنی چی است؟ اینمی از چی طریق اینمی حال زندگی میکنه؟ امی پیسه که بر ازی داده میشه که چادر میپوشه، چادر بربری، که اگه یک چادر دیگه $10 نیست، این چادر $200 میپوشه و نام خدا مسلمان بسیار شایسته مانده و دادم میزنه که ما برای مردم بیچاره افغانستان کار میکنم. $200 چادر نپوش، یک چادر شو در زیر پایت پرتو، روز در کلیت پرتو. ولاگمی موتور سیمین جان اگه کس چیره ما را ارزش بده. ولاگمی موتور سیمین جان اگه کس چیره ما را ارزش بده. من یک دفعه برای خاله سیمینومر گفتم خاله سیمینومر، همی بهترین جاب که از بدرنگی است. من یک دفعه برای خاله سیمینومر گفتم خاله سیمینومر، همی بهترین جاب که از بدرنگی است. من یک دفعه برای خاله سیمینومر گفتم خاله سیمینومر، همی بهترین جاب که از بدرنگی است. ولی اگه من زن می بودم هیچ جاب کار نداشتم، کی طرف مسائل میکرد؟ ولی اگه من زن می بودم هیچ جاب کار نداشتم، کی طرف مسائل میکرد؟ و همون نفره که طرف سیمینومر سعی میکنه همون نفره که طرف سیمینومر سعی میکنه کی هست؟ بیای همون برای ما بگویه که ما $1000 توفه بده میشه. و آیت قرآن پاک هم است که شما فکر نکنین که من توهین میکنم. خانم سیمینومر خب با قرآن باور داره، بر علاوه از حتی به حدیث باور داره. در قرآن پاک است که وقتی که سن زیاد میشه و خانما از امو شوقک عروسی و از امو سن عروسی خلاص میشن، باز یا میتونن کالا کم کنن. یعنی قرآن پاک اگر سیمینومر فکر میکنه که نیست یا هر کس دیگه، ما بازش امیره برش میکشم. یعنی این رشخندی نیست. قرآن پاک امیره میگه که یعنی سیمین جان در این سن سال عقد 16 ساله ایش نکو، ولی اگر طرف ما کس سعی کنه و یا طرف خودت. یعنی سیمین جان در این سن سال عقد 16 ساله ایش نکو، ولی اگر طرف ما کس سعی کنه و یا طرف خودت. هر دوی ما از اون نگاه در یک جای رسیدیم که هیچ باید چرت نزن. یا میگن که موسیقی حرامه، سعی کنین این مصاحبه شکت از این بچه. I'm even more happy to see you. چطور هستین؟ Everything is fine inshallah. It is an honor to be here in بسیار یک آهنگ زیبای به فارسی شما خواندین که انشالله ما یک روزی را با دوستای خود در میان میذاریم. آلبوم تازه شما چی وقت به بازار میاد؟ My new album, right? My new album. کالاگک های چسب، برآمدگی های پیش روی، برآمدگی های پشت سر. و همی سیمینومر که خدا اینقدر یک زن مسلمان میگیره، سعی کنین که در وایت هاوس رفته بود در قصر سفید و ما او وقت در سر از این برنامه داشتم سیمین ان وایت هاوسی را ببینین. سعی کنین این خنده را که یک مرد نامحرم. اینال اینی کثافتا خودشان هر کار برشان حلاله. بچه بازی دیگه عشقش چنان گرفت که غلام غلامان شد. زن مردم خود در قرآن پاک گفته شده که شما زن شویدار را گرفته نمیتونین مگری که مالک شده باشین. مرد مسلمان بیچاره را به نام کافر میکشن، زنش میگیرن میگه ما صاحب شدیم و ای در طول جهادم شده. امی علم در کشور ما میشه. اینال ایناست که قیزه اخلاقیات جامعه ما در دستشان است و جوانای ما را مثل اسب هم نه که خروار دوانده میرن.
ایران را باید از سر اسب تا کنیم، اونو هموطنای مریض خود باید نجات بدیم. ما نمیتونیم که یارا به زور و به زور ماشیندار نجات بدیم، نه یارا به زور گپ. سعی کنین اینمی خانم سیمینومه را مردم خیسته در جان تلویزیون آقای مسکینیار که سیمینومه را بکش و این غلط ترین کار است که ما میتونیم بکنیم. سیمینومه ما خودت هر کدام ما حق آزادی بیان داریم، این را باید یاد بگیریم. اگر سیمین یک آدم مریض است این حق نمیفهمه و این حق به کس نمیته و در وقتی که ما برنامه داشتم کلشان آمده بودن مسکینی ها را محکم گرفته بودن که 10,000 میتیم شفیعی ها را بکش و خداوند خودشان یکی یکی دوسو انداخت. ما باید از یاد نگیریم، ما باید یار یاد بتیم. ما باید در جان آقای مسکینیار نریم کی را بکش. دو ما یک آبرو میخریم بر عزیزان. ما دمی 15 طب که بودیم یک مریضی را میخواندیم، باز میکروبش را میخواندیم، بازی را که خوانده بودیم باز میرفتیم در لابراتوار و میکروب در زیر میکروسکوپ میدیدیم، این را در وجه عملا میدیدیم که چی است و یاد میگرفتیم. ما این امیال سیمینومه را کار دارم، ما شاگردای خودم میارم سیمینومه را برشان تشریح میکنم. اگر ما سیمینومه را به مردم تشریح کنیم مردم دیگه سیمینومه را میشناسن، دیگه پیسه نمیتن سیمینومه را. سیمینومه از تلویزیون پس میشه به نام نیک نه، در واقع استفراغ میشه. حال مردم ایفامانده که ما بر اسلام کار میکنم و همون یک گپ دیگه هم هست نه که میگه تا احمق در جهان است مفلس در نمیمونه. یک تیاد فکر میکنه که ثواب میکنیم، ما از اسلام دفاع میکنیم، در حالی که اینا اسلام به یک دین بدنامترین تبدیل کردن. در واقع کسایی که به یا پیسه میته در روز قیامت مثل مو آیتی که در قرآن پاک است که امی کلانای عیسوی که طلا میگیرن و از مردم پیسه میگیرن و طلا برای خود میسازنشه، باز که تمو طلا سوختانده میشن. باور کنین شما اونو تو یک گناه را مرتکب میشن.